سلام، خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از پادکست فرمون. کستای فرمون. فرق لیز کردن و فایننس کردن ماشین چی هست؟ البته این موضوع برای بچه‌هایی که اینجا هستن خیلی جذاب‌تر خواهد بود قاعدتاً، ولی شاید اون بچه‌هایی هم که توی ایرانن حالا دوست داشته باشن اصلا بدونن لیز و فایننس چی هست، یه توضیح ریزی راجع به این بدیم و چه فرقایی داره، یه خورده اطلاعات جمع کنن. حالا شاید بخوان بیان، شاید فقط برای داشتن اطلاعات. اونایی هم که اینجان میخوایم یه خورده ریز میخوام ازت بپرسم که لیز به درد چه آدمایی میخوره، فایننس به درد چه آدمایی میخوره؟ حتما واقعا موضوع مهمیه. یعنی یه چیزی هستش که مخصوصا برای آدم وقتی که میاد تازگی داره، حالا مهم نیستش که 10 سال پیش اومد این کانادا، اون موقع براتون خب تازگی داشته، خیلی الان 10 سال پیش اومدن، 15 سال پیش اومدن، هنوزم خیلی درست نمیدوننش. یعنی میری صحبت میکنی با دیفالت یه چیزی رو یاد گرفته و همون رو انجام میده، ولی خب واقعا میتونه تأثیر بذاره روی کلیت خرید یه ماشین براتون. لیز به چه معنیه، فایننس به چه معنیه؟ این روزا ویدیوهای زیادی اینور اونور هستش. من دوباره تجربه شخصی خودم و محمد رو داریم اینجا شیر میکنیم با هم دیگه، چیزایی که خودمون استفاده کردیم و دیدیمش. چون بعضی جاها من این رو ویدیوها رو که نگاه میکنم میبینم توضیحاتی که دارن میدن یه خورده به سمت مثلا به فرض کسی که داره توضیح میده خودش فقط داره توی یوز کار دیلرشیپ کار میکنه، این اصلا ماشین نو نداره که بده، پس داره توصیه میکنه. یا مثلا طرف داره کار میکنه و تمایل داره بیشتر به لیز، پس داره اون توصیه میکنه. یعنی یه خورده من ویدیوها رو که نگاه کردم، نه که اطلاعات اشتباهی دارن میدن، همشون اطلاعات درستی دارن میدن، ولی جانبدارانه است. برای همینم هستش که این ویدیو دیدنش خالی از لطف برای شما نیستش. فایننس همون خرید خودرو به صورت اقساطی هستش. یعنی شما میرین وام میگیرین، حالا این وام میتونه از خود شرکت سازنده خودرو باشه. بیشتر شرکت‌های اینجا مثلا تویوتا، نمیدونم حالا تویوتا لکسوس هستش، بی ام و هستش، مرسدس بنز هستش، اینا خودشون فایننس خودشون رو دارن به صورت داخلی و شما میتونید برین از خود اون شرکت وام بگیرین. بعضی از شرکت‌ها از بانک‌ها میگیرن، مثلا مازدا، و فایننس داخلی خودشون رو ندارن، یا اینکه شما شرایطتون جوری هستش که اون شرکت بهت نمیده. مثلا به فرض شما میرین و بی ام دبلیو فایننس به شما پول نمیدهد به دلیل شرایطتون، که حالا الان با دیتیل صحبت یه خورده خود شرکت‌ها سخت گیرترن که به خاطر این شرایطشون بهتره. آره، که کردیت بهتری داشته باشی، شرایط درآمدیت بهتر باشه که قبولت کنن برای وام. اگر نباشی باید برید با بانک. دقیقاً جمله به جملهش درست بود. به خاطر اینکه شرکت خودشون رو نمیخوان درگیر کسایی بکنن که نمیتونن وامو بیارن پس بدن. برای همین میگه من به تو شرایط بهتر میدم، مثلا ریت و بانک داره میده 8%، من به تو 2% هم میدم، من 1% هم میدم، 4% بسته به نوع ماشین، ولی میخوام مطمئن باشم که میای پسش میدی. پس یه خورده سختگیرترن بهت. شاید اگه تازه اومده باشی به کشور، شاید اگه مثلا قبلا میس کرده باشی پیمنتی رو نتونسته باشی پرداخت کنی، توی سابقت باشه، اینا رو ندن بهت، اون وقت مجبوری از بانک بگیری. این میشه خرید اقساطی یا همون فایننس. شما بر اساس تعداد سال میتونید از 1 سال تا 7 سال 8 سال قسط بندی کنین ماشین رو و پرداختش بکنین بسته به نوع ماشین. در تا این یه سری اطلاعات ریزتر بخوام بدم در تا فایننس قبل از اینکه سراغ لیز بریم، به این حالته که ماشینا یه تعداد سالی دارن. مثلا میگن که آقا ماشینایی که بیشتر از 7 سال از تولیدشون میگذره، 8 سال بستگی داره. حالا این علتی که این شکلی میگم چون شما این ویدیو رو که دارین نگاه میکنید میتونه استانش یا کشورش فرق بکنه، حتی امریکا باشه. ماشینا از یه سالی به بعد که ازشون میگذره بیشتر از 5 سال دیگه فایننسشون نمیذارن بکنن. نمیذارن مثلا بری یه ماشین مال سال 2010 رو 8 ساله قسط بندیش بکنی. این شرایط رو داره. برای وقتی دارین ماشین رو میخرین اینو باید در نظر بگیرید که اینو نمیدونستم. بیشتر از 5 سال. آره. برای فایننس کردنش یک شرایطی داره. برای همین هستش که ماشینا عمدتاً از یه تاریخ سالی که میگذره یه خورده قیمتشون پایین‌تر میاد، چون قسط بندی کردنشون توسط بانک سخت‌تر میشه. خیلی موقعا میره به سمت اینکه مجبوری اصلا کش بخریش. برای همین ماشینایی که یه خورده گرون تموم میشن و سال مثلا 2010 هم تولید شدن، بعدا واسه فروختنشون دچار مشکلی خورده میتونی بشی. حالا خیلی کلیه ولی میخوام توی ذهنتون داشته باشین عمدتاً بهترین دیل ها رو برای بهترین مدل اینترست ریت یا همون نرخ بهره رو برای گرفتن ماشین نو شما میتونین داشته باشین. بهترین حالتش برای ماشین نوه. طبیعتاً یه چیزی بابتش بها میدین. بهاش چیه؟ ماشین دارین گرونتر میخرین. یعنی مثلا شما میخواین برین یه دونه بی ام و سری 3 بخرین، داره میگه $55,000 قیمت صفر خشکشه واسه یه اون تریم خاص. این $55,000 رو اما ماشین از در دیلر بیاد بیرون، توی کانادا و آمریکا ماشین افت قیمت داره،
بازار درست و سلامت اقتصادی باید هم همینطوری باشه. یعنی دلیلی نداره ماشین کار کرده شما گرونتر باشه قیمتش. پس طبیعتا اینو اول همه تو ذهنتون داشته باشین. ماشینو فایننس که میکنین از در دیلر بیای بیرون قیمتش میفته. ماشین دست دو کمتر میفته. اگر کسی بهتون میگه نمیفته هم داره بهتون یه حرفی میزنه. اینطور نیست. توی چند سال گذشته یک بار یه کوویدی اتفاق افتاد به خاطر اینکه ماشین نمی اومد توی کانادا و تو کل دنیا ماشین نو نمیتونستن شیپ بکنن، کارخونه‌ها تعطیل شده بود و تولید کم شده بود. قیمت ماشین دست دو رفت بالا، یک بار رفت بالا و اصلا هم قرار نیستش که شما این رو به عنوان رفرنس برای خودتون بذارین که آقا بگیر خیلی‌ها گرفتن اون موقع اومدن 5000 تا هم بعد از 2 سال ماشین سوار شدن ما بهشون دادیم. این داستانایی که میتونی یه سلسله برای شما تعریف کنه قرار نیست همیشه اتفاق بیفته. شما هم رو همچین چیزی نمیتونید برین خرید بکنید. ماشین رو می‌خرید قیمتش میاد پایین. این قسمت نرخ بهره بسیار مهمه. یه اتفاقی من واسه کسایی که فایننس میکنن دوست دارم این رو بدونن. شما ماشین رو می‌خری بعد از مثلا دوره 5 سال ماشینی که خریدی $45000 $50000 با توجه به نرخ بهرهش مثلا میشه $67000. بعد اون میاد به تو وارانتی و نمیدونم مینتیننس و 1000 تا چیز دیگه رو بهت اضافه تر میده. وارانتی همون خدمات گارانتی که خودمون تو ایران بهش میگیم که مثلا اتفاقی برای موتور افتاد، برای نمیدونم جعبه فرمون افتاد، برای هر چیزی، حالا بر اساس نوعش میتونن الکتریکال ماشین یا همون قسمت برقی ماشین رو یا قسمت فنی ماشین رو، مکانیکالش رو وارانتی کنن. این رو برای شما میفروشه، بعد مثلا میاد به شما یه دونه پکیج میده $4000، اونم اضافه میشه. این قیمتایی که دارین میذارین روش قیمت ماشین نیست، پکیجایی که دارن بهتون میدن رو ماشین دست دو و این رو میخری از دیلر میای بیرون 2 سال بعد میخوای ماشین رو بفروشی، قسطاش هم همه رو شروع کردی دادن. ماشین میارزه 45 تا خریده بودیش واسه افتاد 60000 تا، میارزه 30 تا، میارزه 25 تا، چقدر بده کاری 45000 تا، 20000 تا نگاتیوی، 20000 تا منفی و این 20000 تا رو باید به بانک از جیب بدی چون دیگه ماشینت که انقدر نمیارزه. این تنها چیزیه که اون نرخ بهره مهمه، باید در نظرش بگیرین. این یه قسمت. عمدتاً وقتی که ماشین رو نو می‌خرین چون شرکت میخواد قدردانی بکنه از اینکه میدونین وقتی ماشین رو بیارین بیرون افت قیمتش شدیدتر هستش، در عوض نرخ بهره کمتره. این رو گفتم برای اینکه وقتی دارین ماشین رو می‌خرین 2 تا 4 تا بکنین. خیلی موقع نرخ بهره هایی که دارن بهتون میدن باعث میشه شما برین همون ماشین رو نو بخرین، افت قیمتش هم بیفته گردنتون، حساب میکنین 3-4 هزار تا فرقشه، فدای سرتون 3-4 هزار تا رو اضافه تر بده ماشین نو رو بگیر. ولی اگه عددش خیلی فرق کنه میگم حساب کتاب کردن داره، نمیگم این خوبه نمیگم اون خوبه. واسه اون ماشین بریم ببینین که خود شرکت داره چه نرخ بهره میده. خیلی موقع الان مثلا ماشین امریکایی رو خیلی از برنداشون دارن 0% برای 6 سال 7 سال. کادیلاک اومده این کارو داره میکنه، لینکن داره این کارو میکنه، جی ام سی داره این کارو میکنه، 0%، یعنی بدون بهره 6 سال میتونی ماشین فایننس کنی. افت قیمتش هم که در نظر میگیری همون ماشین اصلا میری $15000 ارزونتر میری نگاه میکنی میبینی که تو با نرخ 899 ماشینا رو بخری 5 ساله $18000 بهره دادی. خب $15000 افت قیمت رو بده. ماشین نو گرفتی، صفر، نه دردسر داری، نه نیاز داری بری وارانتی اضافه بخری، نه نیاز داره فردا نگران باشی استارت میزنی ماشین روشن نشه یا 1000 تا دردسر دیگه. پس اینو میگم. اما نه یه موقع است میبینین خود کمپانی داره 699 میده بیرون 899 ولی خب 20000 تا از قیمت شده، خب برو اونو بخر. منظورم که یه محاسبه بکنیم. در تا لیز میشه در واقع اجاره مدت دار، نمیدونم اجاره به شرط تملیک هم میشه بهش گفت یه جورایی، بخاطر اینکه شما لیز که میکنین ماشین رو برای یه مدتی ماشین رو میگیرین. مثلا میگم من میخوام لیز 4 ساله بکنم، 4 سال ماشین در اختیار شما هستش، پرداخت میکنین و بعد از اینکه دوره 4 سالتون تموم شد عمدتاً همه اینا اوپن تو فایننس ان، یعنی شما بعد از 4 سال اگر خواستین بخرینش میتونین خودتون بخرینش، نخواستین میارین پسش میدین. یه اشتباهی که من توی صحبت با خیلی از افرادی که مثلا میان ماشین بخرن و تجربه آنچنانی ندارن اینه که یارو میاد میگه آقا بهم گفتن این همه پول بدی ماشین رو اجاره کنی، مال خودت هم نباشه، پس کل این پولی که دادی که ریختی دور. برای این قضیه بیایم با هم دیگه یه 2 تا 4 تا بکنیم. اگر که الان واقعا دم دستتون یه ماشین حسابی دارین یا یه گوشی اضافه‌ای دارین که میتونین حساب کتاب بکنین، میتونین عددا رو بزنین با هم دیگه ببینیم چه جوریه داستان. محمد عزیز میره یه نیسان برمی‌داره به قیمت مثلا $30000 از نمایندگی، رفته فایننسش کرده. شما فایننسش می‌کنین کل مبلغ اون $30000 رو به علاوه نرخ بهرهش باید پرداخت کنید دیگه. مثلا 30000 تاست، با نرخ بهرهش هم $4-5000 بهره میاد روش، مثلا میشه $35000. درست؟
علی هم رفته همون نیسان رو گرفته، ولی علی رفته لیزش کرده. لیز یعنی این که شما تو اون مقدار سالی که ماشین رو دارین، برای همین هم هست که کیلومتر داره. خیلی این رو در نظر نمیگیرن چرا کیلومتر داره. لیز که میکنین بهتون میگه چقدر میخوایم ماشین را بری، 12000 تا 18000 تا 24000 تا، بعضی از کمپانی ها حتی تا 32000 36000 کیلومتر هم دارن، ولی همه نه. عرفش بیشتر یه چیزی بین مثلا 16000 تا 20000 تا و 24000 تاست. این 99% کمپانی ها همینن. میگه 20000 تا، میگه خب علی اومده ماشین رو 4 ساله گرفته 20000 تا، یعنی بعد از 4 سال 80000 کیلومتر راه رفته. چرا این کارو میکنن؟ که بتونن قیمت گذاری کنن ماشینو، بگن خب یه ماشین 4 ساله 80000 کیلومتر این برند وقتی برمیگرده تو 30000 تا خریدیش میارزه 18000 تا، پس 12000 تا از قیمتش افتاد. 12000 تا که از قیمتش افتاد میشه مقداری که من باید توی دوران لیزم پرداخت کنم. پس من اگر لیز میکنم اون ماشینو نمیام اون 30000 تا رو بدم، من میام اون 12000 تا افت قیمت رو به علاوه دوباره نرخ بهره‌ای که روی اون دیل برای من کشیدن میدم. یعنی مثلا تو اومدی لیز کردی، مثلا به فرض مثال 4% فایننس کردی 4%، منم لیز کردم 4%، نرخ بهره هامون یکیه، فقط من افت قیمت ماشین رو توی مدتی که دارم سوارش میشم میدم، تو پول کل ماشین رو میدی. چرا؟ چون بعد از اینکه دوره 4 سالمون تمام شد تو ماشین مال خودته، من با پسش بدم. این رو در نظر بگیرین که اگر با هم بریم جفتمون 4 ساله برداریم، اگر این داره ماهی $700 میده، من همون رو لیزشو دارم ماهی $300 میدم، چون من دارم $12000 رو سعی میکنم پر کنم، این داره کل $30000 رو پر میکنه. پس بله بعد از 4 سال ماشین برای محمد من ببرم پس بدم، ولی خب محمد اون $12000 اضافه تره رو آردی داده. درسته که ماشین مال خودشه و بعدم میتونه بره بفروشتش، ولی مثلا اگر بره بفروشتش $15000 ماشین بیارزه، آردی تا همون 4 سال اون $15000 رو شرکت داده و خریدادش، از آسمون که نمیاد. پس این اشتباه رو نکنین، فکر کنی مثلا فایننس میکنی ماشین مال خودت، آفرین، لیز میکنی پولتو ریختی دور. اون طرفی که فایننس کرده بیشتر از شما پول داده، پول اون مقداری که ماشین میارزه رو آردی پرداخت کرده. لیز به درد کیا میخوره؟ فایننس به درد کیا میخوره؟ اگر که شما دارین میرین ماشین میخرین و ماشینتون رو دارین میرین دست دو بخرین، گزینه‌ای غیر از فایننس اصلا ندارین. ماشینی که از در دیلر بیاد بیرون و کارکرد روش باشه رو نمیشه لیز کردش. لیز فقط برای ماشین نوعه که اینجا بهش میگن برند نیو. ماشینای نو رو فقط میشه لیز بکنین. یه سری چیزا داریم، موارد خاص داریم. مثلا محمد سلز منیجر یه دیلرشیپی هستش، مثلا برند تویوتا، به عنوان اینکه سلز منیجر هستش توی قراردادش هست ماشینای نو رو بهش میدن، 3 ماه میتونه بره مثلا 4-5 هزار کیلومتر راه بره، میاد تحویل میده، جزء قراردادشه که پول ماشین نده، مجانی سوار میشه میاره پس میده. اون ماشینی که 4000 تا راه رفته چون ماشین خود دیلر بوده بهش میگن دمو عمدتاً، یا ماشینایی که مثلا میذارن، حالا مثلا فرض شما میرین تست درایو میکنین، مثلا میرین فلان ماشین میخوام ببینم، میگم بیا برو رانندگی کن باهاش، اما ماشین از کجا میاد؟ اون ماشین نوعی که دارن دیلر برای اینکه بتونه تجربه خوبی به مشتریاش بده، بتونن بیان تجربه بکنن، یه کارمنداش بتونن استفاده بکنن، تا موقعی که خیلی خیلی نوعه نمیذارن مثلا 2 سال ماشین دمو بمونه، 2-3 ماه استفاده میشه سری میفروشنش. اون ماشینا رو اگر بازار فایننسش خوب نباشه خیلی موقع‌ها لیز میدنش، با این که 3000 تا رفته بازم لیز میدن، دیلش هم بسیار دیلای خوبیه. غیر از اون حالت ماشین کار کرده رو شما نمیتونین لیزش بکنین. آیا من برم فایننس بکنم یا برم لیز بکنم؟ آیا ماشین نو بخرم یا ماشین دست دو بخرم؟ کاملا بستگی به شرایطتون داره. یه اشتباه رایج دیگه، شما وارد کانادا میشین، بهتون میگن که آقا جان مثلا الان ماشین نو نگیر، چه کاریه، بیا برو یه ماشین دست دو بگیر و ازش استفاده بکن، بعداً دوباره یه ماشین نو میگیری. میتونه جمله درستی باشه، نمیگم نیست، ولی نه اگر این جمله رو داره بهتون سلز پرسن یه یوز دیلرشیپ میگه. یوز دیلرشیپ ها بسیار دیلرهای بسیار خوبی میتونن باشن، ما آدمای بسیار قوی رو تو این دیلرها داریم که آدمای بسیار منصفی ان، ولی نه همه. اون طرف داره یه ماشینی رو که 10000 تا میارزه رو به تو 19000 تا با ریت عجیب غریب بهت میدتش که نری یه ماشین 35000 تایی بخری. روی کاغذ هم داره درست بهت میگه آقا جان واسه بری ماشین 30000 تایی بخری، تازه اومدی بی ماشین 18000 تایی رو بردار. ولی وقتی بعد از 2 سال رفتی اون ماشین 18000 تایی رو فروختی، 4000 تا هم ازت نخریدن، وقت متوجه میشی که در کل ضرر بیشتری کردی. برای همین هم هستش که همیشه قبلش یک چکی بکنین. چکو چجوری میشه انجام داد؟ اینه که وارد ساده ترین راهش اینه که وارد وبسایت شرکت‌ها بشین و قیمت‌ها رو نگاه بکنین. اینجا همه ماشینا رو میتونین وارد وبسایتشون بشین، ماشینتون رو انتخاب بکنین، بهتون تریم‌های مختلف یا مدل‌های مختلف اون ماشین رو نشون میده. مثلا میگه من میخوام نیسان مورانو بردارم، میگه نیسان مورانو 3-4 تا تیپ داره، کدوم تیپو میخوای؟ وقتی من میگم تریم،
همون تیپ منظورم هستش. الان واقعا واژه‌اش یادم افتاد. ما مثلا یه تیپ مثلا 1 2 3 یا هر چیزی، همون تریم بهش میگن اینجا. شما میری نگاه میکنی میگی این تریم رو میخوام، این تیپ رو میخوام، میگه اینقدر قیمتش، میزنی لیز، میزنی فایننس، قیمتاشون رو ببینین، بعد اگه خواستین برید دست دو بگیرین که ببینین میصرفه یا نمیصرفه. این آسون ترین کار اصلا قبل از اینکه کسی لازم باشه به شما یه نظری بده. این اولین مورد. بعد حالا اینکه آخر چجوری من خودم باشم میرم ماشین میخرم هم بهتون میگم. فایننس کی باید انجام بده؟ یه سری موقع هستش که شما ماشینی که دارین برمی‌دارین میدونین تم شخصیتتون جوری هستش که میخواین 7 سال ماشین رو نگه دارین، 8 سال میخواین ماشین رو نگه دارین، بریم فایننس کنیم. آدم ماشین بازی نیستی، میخوای فقط وسیله نقلیه داشته باشی. دقیقاً. اگر اون شکلیه این کار رو انجام بدین و واقعا منطقی هستش، چون اگر ماشین رو میدونین بیشتر از 4 سال نگه میدارین، فایننس کردن میتونه براتون خوب باشه، هیچ مشکلی هم نداره. اگر که قیمت مناسبی دارین ماشین رو میگیرین و واقعا معامله شیرینی هستش، بسیار عالی. ولی اگر که میدونین زودتر از 4 سال ماشین رو عوض میکنین، تحت هیچ عنوان ماشین رو فایننس نکنین، دردسر خواهد بود براتون، افتش بسیار براتون زیاد میشه. مگر اینکه یه دفعه دیل عجیب غریبی مثلا الان مثلا 0% گذاشته و شما میتونید مثلا بریم 5 ساله ببینیم، بعد میبینی که اگر این ماشین رو لیزم بکنی چون اون بهرهش بیشتره، ضرر یر به یر میشه، میگه اوکی من الان فایننسش میکنم. میگم شرایط خاص متفاوته. من جمله‌ای که دارم میگم تو 90% مواقع بهتره این کارو بکنید، حالا نرین 10% داره پیدا بکنین. در صورتی که یه چیزی هم، حالا اگه اشتباه میگم بگو، مثلا اگه من آدمیم که میدونم آقا میخوام یه ماشین زیر پام باشه، بله. 8 سالم نه، اصلا میخوام 20 سال دیگه هم همین ماشین رو داشته باشم، میخوام فقط یه وسیله نقلیه داشته باشم، پیاده نباشم. درسته. ماشین بازم نیستم، هرچی هم ماشین میبینم وسوسه نمیشم برم ماشین صفر بخرم. باز به نفعم نیست که برم، حالا به قول تو بسته به شرایطی که چه دیلی بهت میدن، ولی در کل بخوایم بگیم اینکه برم این ماشین رو لیز کنم، حالا 6 ساله، 5 ساله، 4 ساله، بسته به شرایط دیلی که میگیرم، بله. بعد از تموم شدن لیزم اینو فایننسش کنم، به نفعم نیست توی پرداختیام. چرا؟ ولی خب یه چیزی رو که باید در نظر بگیریم اینه که امکان داره شما که میای چون ماشین باز نیستی اصلا دلت نخواد بری کمری 2024 بخری، 2025 بخری، میخوای بری کمری 2015 بخری لیز که بخوای فایننسش بکنی. بله، اگه بخوای صفر برش داری، خیلی موقع ها منطقی تره که شما اون ماشینه رو لیز برداری، بعد که دوره لیز تموم شد اگه واقعا دوستش داری و خوشت میاد ازش، همون رو تبدیل به فایننس بکنی. خیلی موقع قیمت خوبی هم براتون میفته، چون یه قیمت ما داریم به نام قیمت ریتیل. قیمت ریتیل یا همون قیمت فروشیه که اگه تو وارد دیلرشیپ بشی بهت اون قیمت رو میفروشن. طبیعتا اون قیمت با قیمت خرید فرق میکنه دیگه، همه جای دنیا ما این رو داریم. ما تو ایران خیلی بیشتر احساسش میکنیم به خاطر نرخ دلار، خرید یا فروش، سکه خرید یا فروش. خب اینو سر ماشین هم داریم. امکان داره ماشین من الان بردارم ببرمش، بگم چقدر میارزه، بگم مثلا $63000 میارزه. این به این معنی نیست دیلر قراره $63000 بفروشه، من داره 63 میخره، میذارتش 72000 تا برای فروش. دوستانمون دیدمش دکتره، بعد یه لکسوسی گرفته بود، باهاش میاد آفیس و برمیگشت. واقعا دکتر بود و میومد بعد برمیگشت. لکسوس یو ایکس بود. ماشین رو گرفته 4 سال استفاده کرده، کیلومتر انقدر باهاش راه نرفته و خب یو ایکس رو دیدی بسیار ماشین خوب کم مصرفیه، ماشین کوچیک‌ترین است، تم ایکس 22 ام وی ام هایبرید، اصلا بسیار مصرف کمی داره. میگه رفتم پسش بدم، گفته بایاوتش یا همون قیمتی که باید پرداخت کنی که ماشین رو بتونی خودت برداری 20000 تاست. بعد دیدم خب ماشین مال 4 سال پیشه، مثلا لکسوس 2020 من 20000 تا مثلا اینو نمیتونم پیدا بکنم. الان تو مارکت مثلا همینو بخوام برام در دیلر بخرم مثلا 27 تا 30 تا میخواد ازم پولشو بگیره. خب 30000 تا واسه چی بدم؟ خب همینجا 20000 خودم برش میدارم دیگه. میگه خودم برش داشتم. یعنی خیلی موقع ها لیز به فایننس حرف تو بسیار درسته. ولی علتی که من داشتم اینو توضیح میدم این بودش که اگر شما نمیخواین اصلا برین ماشین نو بردارین، برین یه ماشین قدیمی تر رو فایننسش بکنین، نگرش می‌دارین، میخواین دم دستیتون باشه، میخواین، خیلی فرق میکنه. یه موقع هم هستش اون جمله که میگن ماشین کشه، مثلا تو میری مثلا $8000 کش داری، میری $8000 کش ماشین میخری، میذاری میمونه و 2 سال بعد 3 سال بعد که وضعیت کارت مشخص شد، وضعیت درآمدیت مشخص شد، همه چی آروم گرفت، میری ماشین برمیداری. خود من این کار رو توصیه نمیکنم ولی به درد خیلی شاید بخوره. من این شکلی همیشه میدیدمش که واقعا من عاشق ماشینم، بسیار ماشینا رو دوست دارم، بسیار اطلاعات سعی میکنم یاد بگیرم در رابطه با ماشین و موتور، ولی مکانیک نیستم. پس منی که نیستم نیومدم ریسک کنم برم یه مثلا محض صفر 2000 فلان بخرم، $7000
پول بدم یه ماه بعد نگران این باشم که حساب میزنم روشن میشه یا نمیشه و حساب میزنم این البته توضیح بدیم برای بچه‌ای که تو ایرانن که اینجا شما اگه از دیلرشیپ ماشین بخری مثل متاسفانه یه سری دیلرشیپ های ایران نیست که بتونن بهت بندازن. اگر سرتیفای شده باشه ماشین یه سری چیزای به قول خودمون معاینه فنی رو به صورت استاندارد رد کرده و اوکیه، ولی خب به هر حال داریم راجع به ماشین حرف میزنیم. ماشینی که مثلا بالای 5 سال کار کرده به هر حال هر روز ممکنه یه بلایی سر ماشین بیاد. و این که من دارم میگم بری نقد بخری فرق میکنه. نقد یعنی که تو بری فیسبوک مارکت ماشین بخری. کسی که میره $7000 ماشین نقد ور میداره مثلا دست میفروشن، هم اینجا اتفاق میفته، خیلی کمتره ولی هست. شما میری نقد از یه نفر ماشین میخری، میتونی بری مکانیکت نشون بدی ولی احتمال داره به مشکل بعداً بخوره. ولی خب از اون طرف از دیلر میخری خیالت راحت تره ولی به همون نسبت هم گرون تره. اینا همش مقایسه ایه. بحثو بخوام جمع بکنم، فایننس اگر که شما ماشینی که دوست دارین، واقعا دوست دارین ماشین رو بخرین، مثلا میخوای برید مازراتی بخری و میدونی مازراتی $140,000 نوش راه رفتش خورده، یه دفعه مثلا بفرض مال 3 سال پیش 4 سال پیش یارو گذاشته $40,000. خدایا $140,000 کجا، $40,000 کجا؟ اصلا افت قیمت ماشین ایتالیایی تو اینجا بسیار زیاده. میگه آقا من عاشق این بودم تو عمرم مازراتی سوار شم، من میخوام اینو بخرم. چون میدونین لیز کردن اون ماشین اصلا روی قیمت 140,000 بهترین دیل 0% هم بهت بده، 0% ماشین 140,000 تایی رو داره با تو دیل میکنه دیگه، به هر حال گرونتر میافته. برای همین هستش که اون آدم بره اونو بخره. یا اینکه شما دارین از ماشینتون استفاده هایی انجام میدین مثل اوبر و اینا، میدونین کیلومترش خیلی بالاست. من توصیه نمیکنم، من حتی واسه اوبر و این حرفا هم باز میگم که لیز بکنین بهتره، ولی حالا به هر حال مجبورین تحت هر شرایطی فایننسش بکنین. اون به درد اون آدما هم میخوره. مثلا ماشین شرکت ساختمانی دارین بهتون کمک میکنه، میخواین ماشین رو داشته باشین، یه تراک دارین میخرین، نمیخواین برین هر 2 سال عوضش بکنین، میخواین بیشتر نگرش دارین. یه سری شرایط کاریتون اگر میخوره که اون ماشین رو طول مدت‌تر نگه دارین، یا به خاطر قضیه مثلا فرضال مالیات و اینها اگر فایننس بکنین براتون بهتر هستش، برین فایننس انجام بدین. برای اوبر من از یه سلز پرسن معتبر شنیدم که توی پادکست قبلی هم فکر کنم گفتم که شما قانونا نمیتونین با ماشین لیز ببین اینو ما چون ولیدیتش نکردیم من نمیتونم بگم. خیلی ها همینجا آره دارن اصلا کار میکنن با ماشین لیز. اولا که اگر اتفاقی بیفته، بعدش هم این اتفاق بیفته، حالا شرکت باید یه جور شرایط باید جوری باشه که ثابت کنن که تو داشتی کار میکردی، چون به هر حال کسی هم که با ماشینش کار میکنه همیشه در حال کار کردن که نیست، میتونه در حال مثلا استفاده شخصی باشه. اینو حتما توی یه آدمی که کارش اینه، حالا بیمه کار میکنه، اینا میاریم و ازش میپرسیم. ولی برای فایننس این شکلی من اینجوری میبینمش که این افراد که اگه ماشین رو واقعا دوست دارین، ماشین رو نمیخواین خیلی زود عوضش بکنین، مطمئنین چند سال، و این مطمئنین چند سال رو کسی که تازه اومده تو کشور نمیتونه بگه، به خاطر اینکه ما الان با اون ذهنیتیم که آقا من الان اومدم کمری 2020 اولی آقا بی‌نظیره، کی معلومه 10 سال میخوام ماشین نگه دارم، یه سال بعد دلتو میزنه، یه سال اینجا بمونی میبینی دلت ماشینی بهتر میخواد، میبینی بس من میتونم اونو بخرم، اینو بگیرم، اونو بگیرم، پس اومدی فکر نکن که قراره 20 سال نگرش داری، ماشینی باید بگیری که اینجوری حساب کنی شاید 2 سال بعد بفروشمش، بعد بری اون ماشین رو بگیری. برای همین هست که میگم لیز بهتر هستش. اتفاقا برای آدمای تازه وارد زودتر دلشون رو میزنه، چون اولش به قول تو چشش ماشینایی که میبینه به نظرش همه جذابن، بعد میگیره، بعد هی ماشینای جذابتر میبینه، آدمیزاده دیگه دلش میخواد یه سر 6 ماه درآمد، آره درآمد و شرایط کاری هم خیلی میتونه سریع رشد کنه، بعد یهو میبینی که تو موندی و به قول تو مثلا یه کمری که مثلا این سود دیلرشیپ واسه من قبول نداری؟ سود دیلرشیپ واسه ماشینا رو میگیره طرف 7 ماه دلش رو میزنه برمی‌داره میخواد بیاره بده 10,000 تا ضرره، بعد دیلرشیپ همش میگه اصلا نگران نباشین 10,000 تا رو میذاریم روی ماشین بعدی، روی فایننس جمعش میکنیم، نگران نباشین $100 میره رو پیمنتت، تو هم یارو داشت انجام بده عوض میکنه. از این سود دیلرشیپه، ولی ایبی هم نداره، یعنی اونا کار اشتباهی نمیکنن، دارن برای شما راهکار ارائه میدن، شما نباید انتخابی رو انجام بدین که بعدن این ضرر رو بخواد بهتون تحمیل بکنه. پس فایننس رو من اینطوری میبینمش، لیز رو به هر تنابنده‌ای که توانایی گرفتن لیز داره توصیه می‌نماید، واقعا توصیه میکنم به هزاران و هزاران دلیل. مثلا نگاهیم لیز یک سختی داره و سختیش اینه که شما باید اصطلاحاً واجد شرایط باشین، یا اینجا بهش میگن کوالیفای بشین. کوالیفای شدن این شکلی هستش که شما وقتی وارد میشین
بانک‌ها برای اینکه بتونن به شما اعتماد بکنن باید ببینن که شما یک سابقه ای دارین. وقتی که خب طبیعتاً تازه وارد کشور شدین این سابقه وجود نداره و این باعث میشه کار سخت بشه. چجوری بهتون اعتماد کنن؟ ندیدن که تا حالا بری ماشینی برداری پرداخت کنی که. برای یه خورده سخت میگیرن بهت. یه سری کارا میشه کرد، مثل اینکه شما وارد این کشور که میشی یه سری کارا رو باید انجام بدین، مثل کردیت. ما واقعا این موضوعش به موضوع کانال ما نمیخوره که ما وارد کانادا میشین چه کارایی باید انجام بدین، ولی حداقل این نکتهش رو من میخوام بهتون بگم که کردیت کارت رو باید باز بکنین. کردیت کارتاتون لازم نیست 20 تا باشه این حرفا. یه کردیت کارت برین یه جا باز بکنین، شروع کنین باهاش یه سری قبض‌ها رو پرداخت کردن، مثل قبض موبایلتون. اگر که مثلا جایی زندگی میکنین که آب و برق و گازتون رو میتونین خودتون پرداخت بکنین، بس به شرایطتون داره. 2-3 تا چیزو باش پرداخت بکنین، سعی کنین همیشه سر موقع برش گردونین. 2-3 ماهه شروع میکنه کم کم برای شما یک سابقه ای رو ساختن. دومین مورد این که بسیار مهمه شما پیش کی میرین و اینکه کاملا بستگی قیمت ها داره. مثلا ما همین الان دیلی داریم توی کمپانیا که مثلا به فرض یارو داره با 99% میده، مثل نیسان بی‌نظیر. شما ماشین رو داره 2 ساله بهتون میده، توی این 2 سال مجموعاً باید $9,000 پول به ماشین بدی. خب اگر که اومدی 2-3 ماه اینجایی یه چیزی برای خودت کردیت درست کردی، کردیت رو واز کردی، داری کار میکنی باش، حتی اگه سابقه سنگینم نداری، به جای اینکه بیای بری 15,000 تا ماشین رو کش بخری، کلا تو کل این 2 سال مسئولیت تو نسبت به اون کمپانی $9,000. پس اگه تو بیا مثلا بگی $5,000 داون پیمنت، میدونم واسه لیز داون پیمنت خوب نیست که اینقدر بذارین، ولی برای شما که اولین ماشینتون رو میخواین رو اسم خودتون بردارین بدون کمک هیچ کسی 5 تا میذاری، خیلی موقع کمپانی قبول میکنه. الان مثلا هوندا مثلا میگه 10% ماشین رو بذاری روی پروگرام برای نیو کامرا داره، من مثلا ماشین رو میدم. واقعا نگاه میکنم میبینم 10% $4,000 $5,000. میفهمم که واسه لیز منطقیه که شما عمدتا $0 برین، داون پیمنت اصلا نذارین. و یه تریکی که سلز پرسن استفاده میکنن، میگم بعدن اینو میتونیم یه صحبت دقیقی در رابطه با خرید و فروش ماشین لحظه که دیل میخوایم بگن، چون فکر کنم این پادکست خیلی طولانی میشه، من میخوام اون توضیح بدم. واقعا قضیه مهمی هستش که شما بگین آقا نداره من 4,000 تا رو میذارم، ماشین صفر برمی‌دارم 2 ساله. اولا 2 سال است، 2 سال بعد تمام شه ماشین رو پس میدی، دوست داشتی همون رو بخر، ولی 2 سال بعد تو ذهنیتت فرق میکنه، کارت فرق میکنه. حالا میتونی بری یه تصمیم درست بگیری. بازار رو دیدی، ماشینا رو دیدی، جیب خودت رو سنجیدی، کانادا رو فهمیدی، حالا برو یه ماشین خوب بردار، بعد بگو من میخوام 10 سال نگرش دارم، ولی نه روزی وارد کشور شدی. خیلی موقع‌ها اگر که میتونین لیز بگیرین. اینم همش بر اساس اینه که شما خودتون شروع کنین وبسایت‌ها رو نگاه کردن و ببینین قیمت‌ها چجوریه. وارد یه دیلر نشین هرچی اون میگه رو بپذیرین. اون طرف آخر قضیه باید یه کارش اینه که فروشنده است، باید فروش کنه. نمیتونه بیاد مثلا وارد نمایندگی جیپ بشی بیاد بگی برو توییتا بخر، که این اتفاق نخواهد افتاد در واقعیت. برای همین هم هستش که سعی کنین خودتون یه سری اطلاعات داشته باشین وقتی وارد میشین برای خرید، بعد سوال بپرسین، چون عمدتاً اطلاعاتی که به شما میدن میتونه خیلی جانبدارانه باشه. جدا از اینکه یه سری هستن که واقعا اطلاعات دقیقی ندارن، مثلا نمیدونه در تو چی داره صحبت میکنه، ولی خیلی هاشون جانبدارانه صحبت میکنن که منطقیه، هممون انسانیم، منم امکان داره بشینم اونجا همین کارو بکنم، نمیخوام بگم مثلا من متفاوتم، ولی این داستانو در نظر بگیرید. لیز برای دیگه چه کسایی خوبه؟ کسایی که اینجا شرکت دارن در عنوان یه سری معافیت‌های مالیاتی رو شما میتونین داشته باشین به عنوان کسایی که حالا بهش میگن سلف ایمپلوید یا ساب کار نداره، مثلا ریال استیت ها، مثل کسی که کار مورگیج انجام میدن، مثل کسی که کار فایننس انجام میدن و هزاران کار دیگه. یه سری این آدم‌ها هستن، یه سری هستن که شرکت دارن، اینا میتونن از لیز خیلی استفاده بکنن، یه سری معافیت‌های مالیاتی داره. و از اون طرف هم یه سری که ماشیناشون مجبورن عوض بکنن، یعنی مثلا شما کارتون یه شکلی هستش که دارین از ماشین استفاده میکنین و میخواین دنبال درصد نباشین، ماشین براتون در دسترس نباشه، هر 2 سال 3 سال یه بار عوضش کنین، لیز دوباره جواب میده. کسایی که عاشق ماشینن، میدونن نمیتونن یه ماشین رو 7 سال نگه دارن، اونا هم لیز براشون خوبه. برو یه لیز 3 ساله یا 4 ساله بکن، بعد 3 سال بعد ماشین رو عوض می‌کنی، همیشه میتونی ماشین به روز سوار شی و استفاده بکنی بدون اینکه ضرر هنگفت فایننس رو بدی. اصلا به این فکر نکنین که لیز ماشین مال شما نیست، اجاره از فلان، فایننس هم ماشین مال شما نیست. هر کی که اینجا خیلی موقع اینجا میپرسن، با دوستام که تو ایران صحبت میکنیم، یا آقا مبارکت باشه مثلا خونه خریدی، مبارکت باشه مثلا ماشین خریدی، مبارکت باشه مثلا موتور خریدی. اینجا هر کی به شما گفت من خونه دارم، مگر اینکه وام نداره روش، صفر رفته نقد خریده، خیلی آدمای کمی ان، 2 ماه 3 ماه قسط خونتون رو ندین، وامتون رو ندین، متوجه میشین صاحب خونه کیه. به خاطر همین اینکه مثلا به تو فایننس هم میگه مال خودته، 3 ماه قسط اون ماشین رو نده، متوجه میشی. به همین هیچی مال خودتون نیست، مال خودتون موقعی که برین $80,000 پول رو کش بدین ماشین رو بخرین. اگر این کارو نکردین، فایننس هم شما صاحبش نیستین، چون به هر حال بانک صاحبشه دیگه، شما وام گرفتین. پس این واژه تو صاحبش نیستی رو نگو. لیز هم همونه، فایننس هم همونه. 2 تا نکته خوب در رابطه با لیز به نسبت فایننس بگم. بیشتر کمپانی‌ها
نرخ بهره هاشون روی لیز بهتره. دومین مورد، اگر شما براتون مشکلی پیش بیاد مثل تصادف کردن، شما ماشینتون که تصادف میکنه اینجا خیلی گرونه، اینجا عرف نیستش که شما بلنشی بری بگی من رفیقم احمد میدم ماشین رو درست میکنه برام، به بیمه اعلام نمیکنم. بسیار گرونه. یعنی همون احمد رفیقتون با لبخند بهت میگه داداش چون تویی $4000 عادی و $10,000 شارژ میکنیم و درستم میگه. بسیار اینجا گرونه. کسایی که کار صافکاری، نقاشی، فلان نفر انجام میدن واقعا اگه تخصصشو دارن، حرفه‌ای باشن، چون اینجا واقعا تو در و دیوارن اغلب. حالا جامعه $4000 که گفتی مثلا یه خوردگی کوچولوئه ها. ماشین خودمون مثلا به فرض یه سری چیزا رو مثلا بالا میشه میری چراغت شکسته، میخوای چراغ رو عوض کنی مثلا میگه $4500 و مثلا میگه اینجا مثلا رفته تو میخوام در بیارم مثلا میگه $2000 من میگم اینو در بیارم. یه قیمت عجیب غریبی بهتون میگن، اصلا موهای سرتون میریزه، نمیتونی بری خودت درستش کنی، اصلا منطقی هم نیست این کارو انجام بدی. به بیمه باید اعلامش بکنی، به بیمه که اعلام میکنی این روی ریکورد ماشین ثبت میشه که اینجا بهش میگن کارفکس. عمدتاً ریپورت رو از گزارش رو از کارفکس میگیرن. بیمه اعلامش میکنه روی ریپورت ماشین، روی گزارش ماشین میذاره که ماشین تصادف کرده، این اتفاق افتاده، اینقدر خرج تعمیرش شده، همه توضیحات اونجا نوشته میشه. این اتفاقی که میفته شما بعدن که میخواین ماشین رو بفروشین بهش میگن کلیم روشه. کلیمه همون مقداری که شما رفتین این شرکت بیمه‌تون رو کلیم کردینش، رفتین ازش پول گرفتین، گفتین آقا 20000 تا داره 15000 تا شده، اون مبلغ روش هست. این از قیمت ماشین میتونه بندازه، میتونه دردسر بشه فروشش یا هر چیز دیگه ای. شما اون ماشین که فایننس هست، هر بلایی درسته میگن صاحبش خودتی، این اونوری هم صدق میکنه، هر بلایی سر ماشین بیاد مال خودتونه و اینو باید در نظر بگیرین. ولی وقتی که شما ماشین رو لیز میکنین، آخر سر لیز مال شرکته، شما میارین پسش میدین. تو خیلی از هزینه‌ها، حتی هزینه‌های مثلا روغن عوض کردن و هزینه‌های این شکلی هم لیز کردن خیلی وقتا به نفع آدمه. واسه دیل داره. آره ولی چون ماشین آخر سر مال شرکته، مگر اینکه تو بری دوباره بعد از تایم لیزت فایننس کنی، شرکت حواسش بیشتر به ماشینه هست. سر تایمت باید بری روغنت رو عوض کنی، حالا بسته به دیلی که میگیری ممکنه پول روغن هم حتی خود شرکت بده، یعنی تو مجانی میبری عوض میکنی. ولی رو فایننس گرفتن اینا هم باز برات هزینه های جانبی بیشتری داره، چون دیگه ماشین خودته. اصلا یه چیزی اومد، تو الان مثلا ماشین رو میگیری 90% ماشینای اینجا تو 3-4 سال اول هیچیشون نمیشه، مثلا برند مزخرف که نداره اینجا دیگه، یا ژاپنی رفتی گرفتی یا آلمانی رفتی گرفتی یا امریکایی، همشون ماشینای خوبی ان. وقتی میری ماشینا رو میگیری مثلا به فرض شما باید مثلا بنزین حواست باشه، مثلا بنزین سوپر بزنی واسه ماشینه، این اتفاق بیفته اون اتفاق بیفته، اگر اتفاقی بیفته تو مدت سوار شدن ماشین مسئول شمایی، برای همین باید حواست باشه. ولی حالا مثلا روغن رو دیرتر عوض کردی، فلان اتفاق افتاد، به ماشین فشار آوردی یا هر چیز دیگه ای، 4 سال بعد ماشین رو تحویل میدی، خدایا رو نگهدارتون. ولی این فشار آوردن به ماشینا اگر ماشین خودتونه گریبانگیر خودتون میشه، چون ماشینا دارینش، نگهش میدارین و باید 10 برابر بیشتر حواستون بهش باشه. ماشین لیزو شما خیلی خیالتون راحت تر و آسوده تر، بخاطر اینکه دوران طلایی ماشین که از صفر بودنش تا مثلا 70-80 تا رو استفاده میکنی، بعد میری میدی دیگه، اصلا تو نگران این نیستی بعد از این 80,000 تا ماشین چه اتفاقی قرارش بیفته، اصلا مسئولیت تو نیست، نگرانی تو نیست. برای همین هم هستش که لیز من توصیه‌ام به اینه که واقعا اگه میتونین لیز انجام بدین، لیز انجام بدین، فایننس نکنین و نگران قیمتا هم نباشین. واقعا قیمتا رو اگر نگاه میکنیم میگم مگر اینکه واقعا قفلی زدیم من میخوام فلان ماشین رو بردارم، همیشه یادتون باشه بهای سنگینی بابت این قضیه که من دوست دارم. من خودم من عاشق ولوو ایکس 90 بودم، گفتم آقا من ولوو ایکس 90 میخوام بگیرم، میخوام برام برش دارم، رفتم دیدم صفر شد، نزدیک $100,000 پول بدم، رفتم دیدم پس دوش میشه $80,000. ماشین تر و تمیز، آر دیزاین، فولی لودد، گفتم اینو میدارم. رفتم خریدمش. روی همین خرید کردن ماشینی که واقعا من اون موقع 2 تا ماشین دیگه هم داشتم، جابجایی و اینقدر استفادهش نمی‌کردم، دیدم مارکت داره به شدت میره پایین، منم از این استفاده نمی‌کنم و حالا داره سنش میره بالاتر، بفروشمش تا ماشین سر حال و نوعه. همین جابجایی کردن این ماشین برای من نزدیک $15,000 ضرر داشت و $15,000 ضررش دادم. دوست داشتن این ماشین، البته خوشحال بودم اون موقع و واقعا آرزوم بود دوست داشتم بگیرمش، گرفتمش، اصلا بحث سر این قضیه ندارم، ولی میگم این که قفلی میزنین من میخوام فلان ماشینو بردارم، دیگه شما دست خودتون رو میبندین نسبت به این که آیا شرکت دیگه‌ای هست بخواد قیمت بهتری بهتون بده، مدل دیگه‌ای تو اون ماشینا هستش که بتونه بهتر باشه براتون، نمیتونین ببینینش چون قفلی زدین من میخوام اینو بردارم. اما اگه واقعا پاش هستی که بهاش رو بدی که خب چرا که نه. ولی توصیه‌ام به اینه که واقعا بشین نگاه بکنین، کار سختی نیست. بابا لپتاپ داری، کامپیوتر داری، بشین شرکت‌های مختلفو اسمشون رو سرچ کن، اسم شرکت‌ها رو نمیدونی مثلا ما
این همه برند داریم، مثلا امریکایی‌ها رو نمیشناسی، ژاپنی‌ها رو نمیشناسی، بزن آقا تمام ماشینای different brands in Canada، یه سرچ میکنی تمام برندایی که واسه ماشین هست و اسمشون رو میاره، دونه دونه اسمشون رو بشین بنویس، برو تو وبسایتاشون ماشینا رو نگاه کن، میخوای شاسی بلند ببینی، میخوای نمیدونم سدان ببینی، میخوای هاچبک ببینی، هر چی میخوای ببینی، برو دونه دونه بزن، دیلاشونو بزن ببین چی دارن، دو تا دونه سه دونه برند انتخاب کن، میری چیز میکنیم. حالا میگم بعدا اینو با دیتیل در صحبت میکنیم. و اینه، یعنی تصادف میکنی میفته گردن کمپانی، بعدن این ماشین میخواد اون باید بره بفروشتش، تو میری پسش میدی. برای همین هم هستش که لیز به صورت کلی دردسرش برای شما کمتره. تنها چیزی رو که همیشه هم به قول تو حرف درست زدیم سر روان شک میکنن، سر بیمه‌ش هم فشار بهت میارن، باید فول ترین پکیج بیمه رو بگیری برای لیز. حداقل تو استان اونتاریو رو من دارم میگم، من نمیدونم واقعا استانای دیگه رو. تو استان اونتاریو مجبورتون میکنن که شما همه کاورج‌ها رو بگیرین به علت این که اگر ماشین اتفاقی براش بیفته، چون مال شما نیست، مال بیمه، مال کمپانیه، کمپانی بدبخت نشه، که این به ضرر شما هم نخواهد بود. واقعا شاید فرق $30-40 بیمه اضافه تر باشه و این اتفاق دوباره برای ما متاسفانه افتاده، ماشینتون رو بدزدن، خدای نکرده تصادف بکنین ماشینتون دیگه قابل درایو کردن نباشه که اینجا بهش میگن حالا راید آف شده یا توتال لاس شده، یعنی ماشین جوری صدمه دیده که دیگه قابل تعمیر نیست، سیف نیست تعمیرش. ایران باشه همه اینا قابل تعمیرن، یا قابل تعمیر هست ولی قیمتش هزینه تعمیرش از قیمت خود ماشین بیشتر. آفرین، دقیقاً. مثلا یه عددیه که مثلا میبینن یه ماشین نو بگیرن به تو بدن خیلی ارزان‌تر میاد تا اون رو تعمیرش میکنن. و اگر این وارد این مراحل بشه، شما وقتی اون کامل ترین پکیج رو گرفته باشین، میاد به شما قیمت کل ماشین رو میده نه قیمت روز ماشین رو، و این باعث میشه که خیلی به نفعتون بشه. برای همین قطعاً اون قسمتش هم به ضررتون نخواهد بود. این در تا لیز و فایننس. حالا اگه جایی هست که من کاور نکرده باشم، چون من سعی کردم خیلی پرحرفی کنم، هیچی برات نذارم، حالتو بگیر. امیدوارم که تفاوت‌های لیز و فایننس رو گفتیم، اینکه کی لیز کنه کی فایننس کنه رو از نظر ما گفتیم دیگه. خیلی حرفی نمونده توی این زمینه به نظرم، چون یه روزی من میخوام پادکست الکی طولانی نشه، یه روزی میتونیم با هم دیگه در تا این سوال بکنیم که من میخوام برام ماشین بخرم چجوری میخرم، اون اصلا آره اون یه بحث دیگه میشه دیل پیدا بکنیم و چون واقعا طولانی میشه خودش بحث دیگه. شکلی ماشین بخریم بهتره. مرسی که تماشا میکنین. اگر که سوالی چیزی داشتین بنویسین زیر کامنت ها، سعی می‌کنیم بیایم جوابشو بدیم. همه کامنتاتون هم میخونیم تک تک. و اگر که دیدین نکته‌ای هست که ما جا انداختیم یا شما دوست دارین در توش بیشتر بدونین، لطفاً برامون بنویسین و خوشحال میشیم که در توش صحبت بکنیم. دمتون گرم. مرسی که هوامون رو دارین. شب و روزگار خوش. مرسی که لایک و سابسکرایب میکنید. دمتون گرم. خداحافظ. تو بودش بدونی خودت می‌کردی؟ فکر کردم چیز شدی، شیش میش داری میزنی. چرا اون برای کاری دوربین کجاست که دیده حواس